بابای ایشان: من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد و از شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادری از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتند یخرب الکعبة ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاه خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من دیدی ایستاده است که یک گشتاش میکند. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وای جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی قرب قیامت نزدیک قیامت میشه، را که تا یک موحد یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمیشود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفته اون وقت قائم و برپا میکند. شاید همون وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جای تشویشش هم نیست. یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کردن، از سر سازش کردن. باز در زبان عبدالله ابن زبیر از سر کردن، شب و حجاج بدبخت ایسرش کرد. خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمیکند، ویران کردن و یگان عقیده ما را هم ویران نمیکند، باقی ندارد. امروز مسلمانای ما به جای خانه کعبه را ویران شده تشویش نشوند، از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که واید خاموش میشن، چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه برای و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آواز تا نمیبرد. خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف. چی جای اختلاف هستیم؟ میشود این، لیکن این قیامت نزدیک میشود بشن.